با گذشت نزدیک 3 هفته از بازداشت عبدالخلیل خالقزاده بنیادگذار و مالک بیمارخانه بین المللی ابن سینا، پیوندانش میگویند تا حال نتوانستند با او ملاقات کنند. مقامات گفتند منع واخوری به خاطر پیشگیری از خلل بر روند تفتیش می باشد. آخرین خبرها از سرنوشت عبدالخلیل خالقزاده را از همکارم میرزا نبی خالقزاد میشنویم. سلام خرامان. بله، عبدالخلیل خالقزاده را به قول پیوندانش از همان سنه بازداشتش در تاریخ 7 آگوست امسال اجازه بازدید به عائله و نزدیکانش نمیدهند، هرچند بر اساس قانون بازداشت شدگان حق دارند در 1 ماه تا 2 دفعه با نزدیکان ملاقات کنند. نزدیکان بنیادگذار بیمارخانه ابن سینا حاضر نمیشوند وضعیت را شرح بدهند. فقط یکی از آنها گفت او را با وکیل دفاع تامین کردند و به بازداشتگاه غذا میبرند. از جریان تفتیشات هم مقامات خبری رسمی نشر نمی کنند، ولی یک منبع نزدیک به تفتیشات امروز به رادیو آزادی گفت تحقیق پرونده ادامه دارد و چند نفر شریک در نشر کتاب حوادث روزگار من هم بازپرسی شدند و این همصحبت ما که نخواست نامش آشکار شود از جمله گفت حاضر فقط محتوای کتاب، موضوعهای آن و افرادی که در تهیه و نشر آن مساعدت کردند مورد تفتیش قرار دارند. مقامات از جمله یوسف رحمان دادستانی کلی تاجیکستان باور دارند که عبدالخلیل خالقزاده در کتابش ملت و نمایندگان محل‌ها را تحقیر کرده است. هرچند عبدالخلیل خالقزاده این گونه عقیده ها را رد کرد و گفته بود برای من و هم اندیشان من تقدیر ملت و امنیت و رشد کشور مهمتر است. کتاب یادداشت‌های این صاحبکار ماه مارس امسال رونمایی شد و خالقزاده در کتابش از فضای صاحبکاری در کشور، فساد، مشکلات دستیابی به وحدت ملی نگرانی کرده است. این است. تشکر. میرزا نبی خالقزاد بود با جزئیات پرونده بازداشت عبدالخلیل خالقزاده مؤسسه بیمارستان ابن سینا.